درباره دنگویا که هندک مدیاین سر به رژیم اسد و لیسیک بلاف کرنه و تیدا آمجه بناوی راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان دایه که آلیکاریا اپوزیسیون سوریه کریه انجمن آسایش هریما کردستان داخویانی یک بلاف کرد. ده داخویانی ده انجمن آسایش هریما کردستان گوت کل هندک مدیاین سر به رژیم اسد و لیسیک هاتیه بلاف کرن و ناوی وان کسان تیده که آلیکاریا اپوزیسیون سوریه کرنه و پشتوانیا تروری کرنه و آمجه بناوی مسرور بارزانی راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان دایه. انجمن آسایش هریما کردستان دی داخویانی خود گوت که جه پیکنینه که رژیم که شوفینی و سرکوتکار و دیجا کرد جبو مانا خواه پشتوانیا تروریستان کرد تا که الترناتیو کی باشتر جه توانبارین خوره بداخویا کرن بحثا ترورید که. رژیم که کوچکن قدغه کری لدیجی سیویلان بکار آنیا و خوینا بصادان هزار ولاتین سوری رجاندیه به میلیونان آواره و پنابر کرنه دوی چه اعتبارک جیره هبه تا که بانگشه یا درست کرنا لیسته که به وی رنگی بکه. ده داخویانی انجمن آسایش هریما کردستان ده هاتیه که اوی جهه بهتر پیکنینه هندک هرزکار و گندالکار و خاین به نوچه دلخوش دبن و دهولی جیره لیددن. انجمن آسایش هریما کردستان گوجی که اوی رژیم اسد هرسان و راستی نخوشی کریه اوه که مسرور بارزانی آلیکاریا هیزین رسنین روش آوای کردستان کریه. ده داخویانی انجمن آسایش هریما کردستان ده هاتیه که شانازی بومروف که پشتوانی کرنا خلک ستملی کری و مافخواری وراتو مدبار کرن و جه سربلندیه که لنافخویا ولات ده برای دجی گندلکار و خفروشان ته هجمار کرن. انجمن آسایش هریما کردستان گوت که او دزگه هندبن سرپرشتیا مسرور بارزانی راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان ده و که هفشه کارو و اکتیوه هفپیمانیا نافدولتی لدجی داعشه و بردوام گرزن بنبر لتروریستان دانه و دداوین اپراسیونا تایبت ده کل مدیاین جهان دنگ دایه گورترین باندا پشتوانیا دارایی تروریستن داعشه و گوهرتنا پریان هشکره کرد. ده داوید انجمن آسایش هریما کردستان گوت صدما داخل دل خاین و ولات فروشان و دزو گندلکاران لهمبر راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان اوه که بردوام مسرور بارزانی لدجی گندالیا وان راوستیای و بردوام و دبریا پیش ده یا لدجی داعشه بمینه.